آقایون شهرداری زاهدان، مسئولین محترم، ببینید این جاده که مال همکارا و بچه های خدمات شهریه. ماشین فاضل آبکش باید از اینجا رد بشه، از این جاده بره بارشو خالی کنه. اینم دفن زباله است. ببینین الان در حال حاضر ماشینای ما، تانکرای فاضل آبکش راهی ندارن واسه تخلیه بارشون، مجبورن این کنار خالی کنن، یعنی بغل جاده. ببینین این وضعیت کار ما هست. و ماشینای دیگه ببینین الان ماشینا همه اومدن موندن کجا خالی کنن. این وضعیت ماست. ببینین این دقیقا وضعیت ماشینای فاضل آبکشه. 6 سال 7 سال پیش